سلام رفقا، اینجا RGH. به چنل یوتیوب من خوش اومدید. فصل اول بررسی استایل هنرمندان ایرانی، اونم از نوع بانوان فعال در عرصه موسیقی. قراره با هم تو 10 تا ویدیو بهترین و بدترین استایل های هنرمندان ایرانی رو در عرصه موسیقی، اونم هنرمندان بانو رو بررسی کنیم. فصل اول، هنرمند شماره 1 لیلا فروهر. وقتی میخوام برای دل سپردم، وقتی برای عاشقان مردم، یکی که عاشقم کنه دوباره، ترانه تازه برام بیاره. برای من تنها تویی، سمبولی از گذشته ها، اما حالا ته دلم یه عشق تازه میخواد. نمیدونم چرا، ولی لیلا فروهر بیشتر از هر هنرمند زن دیگر ایرانی موزیک ویدیو، کنسرت، هرچی خونده رو تبدیل کرده بود به موزیک ویدیو. من کلی مجبور بودم وقت بذارم که تک تک موزیک ویدیوهاشو بررسی کنم، ببینم رو استیج کنسرت چی پوشیده، تو مهمونی چی پوشیده، موقع موزیک ویدیو چی پوشیده و کلی لباس بود و خیلی ها هم معتقد هستن که خانم لیلا فروهر یکی از بد لباس ترین هنرمندان ایرانیه. اما قراره با هم ببینیم که آیا این ادعا صحت داره یا خیر. آیا واقعا ایشون بد لباس ترین هنرمند زن ایرانیه یا نه. قراره با هم 10 تا از بهترین استایل هایی که در طول بیش از 5 دهه زندگی حرفه‌ای و کاری روی استیج های مختلف داشته رو بررسی کنیم. بریم سراغ دیدن بهترین استایل های لیلا فروهر در 5 دهه زندگی حرفه‌ایش. شماره 10 از بهترین استایل های لیلا فروهر. یه موزیک ویدیوی نوستالژی و یک آهنگ نوستالژی. اگه قرار باشه یه روز تاپ 10 موزیک های بندری ایرانی رو داشته باشیم، 100% این موزیک جزء تاپ 10 تای موزیک های بندریه. یک پیراهن سرخابی به همراه یک عبای حریر با پترن گلدار که مزین شده به یک سربند، مدل موی فر، یه میکاپ فوق‌العاده با اکسسوری بجا. فقط یه ساعت شاید تو این استایل زیادیه که نمیدونم چرا. موزیک ویدیوی آفیشیال یا رسمی این آهنگم هست. این موزیک ویدیو 2 تا لباس داره ولی یه لباسش خیلی جذابه. 10مین استایل خوب لیلا فروهر، موزیک ویدیوی جونی جونو. جونی جونو میار جونو، بیا در دل جونو، شب مهتاب لب دریا، سی تا آواز میخونم. جونی جونو میار جونو، بیا در دل جونو، شب مهتاب لب دریا، سی تا آواز میخونم. بریم سراغ شماره 9. یک استایل بسیار زیبا از خانم لیلا فروهر. یه مونوکروم زرد، یک کت شلوار زرد با یک پیراهن که پترن کت یک پترن پوست ماریه به رنگ زرد. میکاپ و رنگ مو توی این کار بسیار فوق‌العاده است. از اکسسوری خیلی ایرانی عقیق استفاده شده در کنار فلز طلایی رنگ و یک هارمونی بسیار بسیار جذاب به ما داده. باز هم موزیک ویدیوی رسمی یکی از خاطره انگیزترین ترانه های خانم فروهر و یک استایل بسیار شیرین و جذاب. موزیک ویدیوی یار شیرین. نواز اومدم اما با ناز اومدم، شکوفه ریز اومدم اما عزیز اومدم. آخه گفته بودی دیر نکن، عاشق و دلگیر نکن، گفته بودی زود بیا، لحظه مود بیا. منم اون یار شیرین، منم اون یار باناز، واسه عاشق دلتنگ دلم خونه دلباز. منم اون یار شیرین، منم اون یار باناز، واسه عاشق دلتنگ دلم خونه دلباز.
دیدید که اونقدرها هم که میگفتن خانم لیلا فروهر بد لباس نیست. اما بریم سراغ استایل شماره 8 از بهترین های لیلا فروهر، برنامه نوروزی شبکه BBC فارسی. از بالا شروع کنیم. یه مدل موی بسیار جذاب با یک فرق وسط، یه میکاپ بسیار زیبا. یکی از امضاهای شخصی خانم لیلا فروهر همیشه توی استایل موهای بسیار جذابشه که موهای بسیار پرپشت با یک جنس فوق‌العاده داره که من اوایل فکر می‌کردم ایشون از کلاگیس استفاده میکنه. بعداً دیدم که نه، این موهای طبیعی خودشونه که توی این استایل هم بسیار خودنمایی میکنه. یک ست بسیار جذاب برای یک برنامه نوروزی در BBC که شامل یک پیراهن متصل به یک دامن تمام کلوشه که روی تمام کلوش با یک دانتل پوشیده شده، یک شومیز یقه هفت که به سیلوئت اندام ایشون بسیار میاد برای این کار استفاده شده، با آستین‌های انجل. خیلی این لباس به شخصیت، به اکت، به حرکاتی که میخواد بکنه، به رقص‌های شیرینی که موقع آهنگ‌هاش داره میاد و یکی از بهترین استایل‌های لیلا فروهر رو ساخته. استایل شماره 8، برنامه نوروزی شبکه BBC. عاشقتم همش بهانه است، تموم این حرف و بهانه است. من از تو، تو از من، چرا فاصله داریم؟ من و تو و من، عجب حوصله داریم. تو اون شهر به هر جایی پا میذاریم. من و تو و من، هزار خاطره داریم. صدام کن که بی تو تک و تنهام. صدام کن که بی تو تک و تنهام. صدام کن که مردم نشم، رودخونه باشم، روونشم پیش تو که با تو من یه دریام. تموم این حرف و بهانه است، بهانه های عاشقانه است. اگه من از تو گله دارم، عاشقتم همش بهانه. استایل شماره 7 از خوبای لیلا. برگردیم به دهه 50، لیلای 18 ساله دهه 50 و 2 تا استایل که شماره 7 رو به خودش اختصاص داده. باز هم یک مونوکروم زرد رنگ، یک پیراهن آف شولدر با دامن تمام کلوش لیر با چین‌های بسیار جذاب شبیه پیراهن‌های اسپانیش یا جیپسی به رنگ زرد با یک کمربندی که اومده و روی گردن تبدیل به یک اکسسوری شده و یک هارمونی با اون پاپیون گردن و کمربند داده. یه استایل فوق‌العاده روی موهاش داره که تحت تاثیر از خانم گوگوش توی اون دهه است که بعدها رفته این مدل مو آروم آروم جا افتاد و اکثر هنرمندای اون دوره رو با این مدل مو دیدیم، ولی به صورت خانم فروهر بسیار نشسته. یک میکاپ به اندازه و جذاب و هوشمندانه ترین کار توی این استایل استفاده نکردن از گوشواره است، چون اون چوکر گردنی که پاپیون شده به اندازه کافی جلب توجه میکنه. این پیراهن زرد رنگ یکی از بهترین استایل های لیلا فروهر رو در دهه 50 براش ساخته و شماره 7 یکو به خودش توی تاپ 10 ما اختصاص داده. بذار شب چشماشو رو هم بذاره تا بگم چقدر دلم دوست داره. نمیگم اندازه ستاره ها، نمیگم تو رو میخوام قد خدا. من تو رو قد خودت دوست دارم، زندگیمو روی چشمات میذارم. من تو رو قد خودت دوست دارم،
شکستنی مثل صدا تو وجودت چیزی غیر از آدماست تو باید گل میشدی تو موقع نور تو زیادی واسه این چشمای شور بسا شب چشماشو رو هم بذاره تا بگم چقدر دلم دوست داره نمیگم من دوزه ستاره ها نمیگم تو رو میخوام قد خدا. چه پیراهن جذابی در دهه 50. اما همینجا تو همین حال و هوا بمونیم. شماره هفتمون دوتاییه، یه ترکیب فوق‌العاده از بنفش و نارنجی با همون مدل مو، یه اکسسوری گل سر، دوباره چوکر، یه میکاپ عالی. این ترکیب رو ساخته که لیلای دهه 50 رو بسیار جذاب کرده. هفته شماره 2 این لباسه. قسم به تو که عشق من یه عشق بی زبونه به پای تو چو آتشه یه چشمه جنونه چو عشق ما به هم رسد طلوع یک ستاره است تو زندگی برای ما تولدی دوباره است بکش به زنجیرم که بی تو میمیرم اسیر تقدیرم فنا پذیرم. استایل شماره 6 از بهترین های لیلا فروهر، یه همنشینی بسیار جذاب، یه بنفش درباری در کنار یک طلایی، یک استایل فوق‌العاده رو با یک پیراهن رومی برای لیلا فروهر ساخته. مدل مو، میکاپ، دراپه های لباس، اون آستینای انجل که به اکت ایشون کمک میکنه، یکی از بهترین استایل های لیلا رو ساخته که به ندرت ازش میبینیم. دمش گرم توی این استایل. فکر میکنم مال کنسرت یا تور کنسرت استرالیاشون باشه. بسیار این لباس زیباست، هم دراپه های روی یقه بجاست هم روی دامن، سیلویت اندام رو بسیار خوب نشون میده و توی تاپ 10 ما شماره 6 از بهترین های لیلا فروهره. گفتی بیا بیقرار انگار که اومد بهار گفتی بیا سر زده انگار که عید اومد مهد و پیرهن کنم چشم تو روشن کنم سکه دیدار بشم عیدی واسه یار بشم منم اون یار شیرین منم اون یار بانو واسه عاشق دلتر دلم خونه دل رو دلم خونه دل رو دلم خونه دل شماره 5 باز هم دوتا لباس. سال 2001 کنسرت کودک تئاتر برای اولین بار بود که یه هنرمند ایرانی کل یک کنسرت رو فیلم برداری میکرد و به صورت CD در اختیار مردم قرار میداد و اون زمان خیلی ترند بود. دوتا لباس توی این کنسرت لیلا استفاده کرده. اگر اشتباه نکنم هر دوتا لباس طراحش سیمینه، خانم سیمین که برند سیمین کوتور رو دارن در امریکا. هر دو لباس بسیار زیباست. لباس اول یک لباس سفید رنگه. علت رنگ سفیدش هم اینه که نزدیک مراسم ازدواج خانم لیلا فروهر بوده. انتخاب بسیار بجاست، مدل مو فوق‌العاده است، یه ریسه بسیار جذاب روی موها کار شده. همونجور که گفتم چون نزدیک عروسی بوده یکم استایل عروسی داره. لباس یک هالتر بسیار جذاب با یقه 7 متصل به یک شنل از جنس حریر که هم حکم شنل رو داره هم اریستن به صورت آستین میشه ازش استفاده کرد. خطای لباس سیلویت اندام رو بسیار بسیار خوب نشون میده. میکاپ فوق‌العاده است و یکی از بهترین استایل های لیلا فروهره که شماره 5 ما رو تشکیل میده. بعد از این لباس توی همون کنسرت در سالن کودک تئاتر رفتن سراغ یک همنشینی بسیار جذاب بین دو تا رنگ متضاد آبی و صورتی. یک دامن فون با لیرهای بسیار بسیار جذاب
که با یک تاپلکس سوزندوزی شده، یه جواهر دوزی شده دیزاین شده، آستین‌های غیر متصل که دوباره همون سوزندوزی و لیرهای دامن رو داره تکمیل کننده این استایله. و از حق نگذریم مدل موی باز توی این لباس به جذابیتش اضافه کرده. شماره 5 ما 2 تا لباس از کنسرت کودک تئاتر که یکی از بهترین استایل های خانم فروهره. تو از شادی و بی تو همش از غم گفتم، بگو چه فایده داره که تو خوبی و بری، من به سرزمین دلتنگی تو تبعیدم. تو چی کار کردی که من از همه دنیا بریدم، تو چی کار کردی که من از همه دنیا بریدم. صدا کنم تو رو کاشکی بد بودی عزیزم، شد از یاد دیگه چی صدا کنم تو رو. شماره 4 از بهترین استایل های لیلا فروهر، یه پیراهن ماکسی با یک یقه سویت هارت متصل به 2 تا بند ظریف آف شولدر، یه شینیون بجا که خیلی به لباس میاد، یه پاپیون مشکی که به عنوان اکسسوری سر اضافه شده، استفاده از سنگ‌های مشکی توی گردنبند و دستبند، یه استایل بسیار بسیار زیبا، هارمونی و جذاب برای خانم لیلا فروهر در دهه 70 ساخته. استایل شماره 4 از خوبای لیلا فروهر، موزیک ویدیوی رسمی مسافر. من همون پرنده مسافرم توی آسمون آفتابی تو، اومدم راه درازی واسه دیدن اون شب مهتابی تو. تو برام مثل یه رویا میمونی، تو بزرگی مثل دریا میمونی، توی آسمون تاریک دلم مثل خورشید واسه فردا میمونی. اما رسیدیم به ستای آخری، استایل شماره 3. توی چند سال اخیر خود خانم فروهر طی مصاحبه هاش بارها به این نکته اشاره کرده که به خاطر جراحی دیسک کمرش نمیتونه ورزش های روتینش رو داشته باشه و با افزایش سن افزایش وزن هم داشته که یک امر طبیعی در تمامی انسان هاست و میشه با یه استایل صحیح و درست یا کمک گرفتن از یک استایلیست تمام این موارد رو برطرف کرد. این کت شلوار بسیار جذابی که ایشون در کنسرتش استفاده کرده این امر رو نشون میده که میشه با یک کت شلوار اوورسایز با یکم اکسسوری یه استایل خوب ساخت. بریم سراغ استایل شماره 3. یک کت شلوار اوورسایز بسیار جذاب با یک جواهردوزی روی یقه و جیب، یه تاپ سفید، ناخن‌های سفید، یه مدل موی مناسب که تمام عیوب اندامی رو میپوشونه و به شما یک ظاهر بسیار آراسته میده. کاش این استایل رو بیشتر تکرار میکردید خانم فروهر. استایل شماره 3 این کت شلوار اوورسایز در تور کنسرت های اروپاتونه.
اما شماره 2 از بهترین استایل های بانو لیلا فروهر. بریم سراغ یک موزیک ویدیوی بسیار بسیار جذاب. یک پیراهن مشکی ماکسی با یقه 7 که سیلویت اندام رو اصلاح میکنه. یک سنگدوزی بسیار جذاب داره روی این لباس و روی این لباس یک عبا حریر پوشیده شده که علتش هم شاید بزرگ بودن دستها توی سیلویت اندامه که این عیب رو میپوشونه. یکی دیگه از اون امضا شخصیای خانم لیلا فروهر اینه که همیشه لباسها پوشیده است، مخصوصا تو قسمت بالاتنه، چون ایشون فکر میکنن بازوهای بزرگی دارن و میخوان که این بازو کمتر دیده بشه. مدل مو بی‌نظیر، رنگ مو، میکاپ، اکسسوری، همه چیز توی این موزیک ویدیو دست به دست هم داده تا یکی از بهترین استایل های لیلا فروهر رو ازش ببینیم. موزیک ویدیوی قصه عشق، استایل شماره 2 از بهترین های لیلا فروهر. قصه تو، قصه من، قصه اگر و شبنم، قصه برف و شراره، قصه دشنه و مرهم، قصه من، قصه تو، قصه تلخ دوباره، قصه پلنگ عاشق، قصه صید ستاره. منو بشناسون دوباره، به منو آینه و دیدار، منو تازه کن ببوسه، منو دست گریه نسپار. یه ترانه از تو دور و یه ترانه به تو نزدیک، پیش تو گم میشم از تو ای غزل باره تاریک. شماره 1. شماره 1 یکی از خاطر انگیزترین مجموعه های موزیک ویدیوی فارسی برای همه فارسی زبان هاست. شاید در نوع خودش این نوع سبک از ساختن موزیک ویدیو برای اولین بار بود که اتفاق افتاد و خیلی زود ترند شد و شاید یک رویه رو ایجاد کرد برای دیگر هنرمندانی که در عرصه موسیقی پاپ فعال بودند. مجموعه 13 لباس در این موزیک ویدیوها استفاده شده. اگر اشتباه نکنم کار ساخته آقای علیرضا امیرقاسمی اوایل دهه 70 و اوایل ورود خانم لیلا فروهر به امریکا بود. یک مجموعه فوق‌العاده که ما تا قبل از این در مارکت ایرانی شاید همچین موزیک ویدیوهایی با این کیفیت ساخت نداشتیم که هنوز هم که هنوزه وقتی میریم سراغش بهش نگاه میکنیم. در کنار اینکه خیلی خوش ساخته، موزیک ها بسیار جذابه، استایل خانم فروهر در این مجموعه بی‌نظیره. مجموعه ویدیوهایی که معروفه به آلبوم شانس که مجموعه چندین آهنگ، همونجور که گفتم 13 لباس در این مجموعه استفاده شده. همه لباس ها فوق‌العاده است، استایل ها حتی الان هم که بهش نگاه میکنیم هم با ترند های زمان خودش حرکت کرده، هم هنوز که هنوزه زیباست. فوق‌العاده است این مجموعه و یک تصویر به یاد ماندنی رو در ذهن ما از خانم لیلا فروهر ساخته. بریم با هم این استایل ها رو ببینیم، از دیدنش لذت ببریم و بدون شک بهترین استایل خانم لیلا فروهر توی این مجموعه موزیک ویدیوه. تو آسمون عشقم یکی داره پیدا میشه، یواش یواش نگاهش با چشمم آشنا میشه. وقتی میاد کنارم دست دلم میلرزه، راز دلم تو سینه نگفته هاشا میشه، راز دلم تو سینه نگفته هاشا میشه. ای خدا بازم دلمو دارم میبازم، حس میکنم دوباره عاشق عاشق هستم، میترسم این عاشقی یه کاری بده به دستم. دیدی عشق تو کرد
هرچی میری پیشتر، عشقم میشه بیشتر. همینو میخواستی، آهان همینو میخواستی. شمیم جنگلایی مثل سکوت برکه هایی، عاشق عشقی التماسی، شوق لطیفه بچه هایی، آخر خوبه قصه هایی، نقطه عطفه جمله هایی، قطعی گریه تو چشات، شادی خنده رو لبات، شوق پریدن توی دستت، رنگ قشنگی با نگاته. من که تموم عمرم دل به کسی نبستم، من که تو کنج خونه شب تو سهر میشستم، حالا که تو این غریبی یاری رو پیدا کردم، که مثل من شکسته عشقم آرزو کردم. یه یار دارم زرنگه با دل من دو رنگه، یه یار دارم زرنگه با دل من دو رنگه، رنگ سینه قلبی داره که مثل سنگه، رنگ سینه قلبی داره که مثل سنگه. این بود تاپ 10 یا 10 تا از بهترین استایل های لیلا فروهر در طول این 5 دهه از نظر RGH. ممنون که ما رو تماشا کردید. بدرود.